روز خدمتم دندونم درد کرد. سنچست رفتم برای دندون درست کنم. لباس پوشیدم برآمدم. اینجا فلشر رو ایستاده بودن. برآمدم که عثمان گفت که اینجا فلشر بود. یک خوب که گفت برداشت هم خیلی خانم جون تمام بیقوات شد. بعد بردم و برآمدم. قد دود زدم که فرو خودم نفهمم. خیلی من در آوردم. دست پام قوتش نه. جذبه زدن سوزن زدن که چوستون میکنی و نه گفتم. بعد بشر آب جوش ریختن. شیرین و با یک نفر دیگه که شده پراپرچ یک نفر دو نفر ریکول کنن 3-4 تا آب جوش همیشه چیکارم. با پگست یک روز صبح داشتن ساعتی چوری بیگو